سلام، به تاپنما خوش اومدین. امروز قراره با هم 10 تا از بهترین فیلم‌های کلینت ایستوود رو مرور کنیم. یکی از اسطوره‌های ماندگار سینما که از وسترن‌های پرهیجان تا درام‌های قدرتمند همیشه با بازی و کارگردانی فوق‌العاده‌اش دنیای سینما رو تحت تأثیر قرار داده. اگه از این جور ویدیوها خوشتون میاد، لطفاً لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. در فیلم Escape from Alcatraz، کلینت ایستوود نقشی فراموش نشدنی از فرانک موریس رو به تصویر میکشه. زندانی باهوش و خونسرد که طرح یکی از جسورانه ترین فرارهای تاریخ رو میریزه. ایستوود با نگاه‌های سرد، کم حرفی حساب شده و حضوری پرهیبت به شخصیتش عمقی میده که تماشاگر رو تا آخرین لحظه درگیر میکنه. این فیلم نه تنها یکی از بهترین آثار زندان در تاریخ سینماست، بلکه جایگاه ایستوود رو به عنوان بازیگری که میتونه سکوت رو به یک ابزار قدرتمند تبدیل کنه محکم‌تر کرد. Escape from Alcatraz هنوز هم به عنوان یکی از نمادین ترین فیلم‌های او شناخته میشه. در فیلم In the Line of Fire، کلینت ایستوود در نقش یک مأمور سرویس مخفی به نام فرانک هوریگان ظاهر میشه. ردی که گذشته‌ای سنگین از ناکامی در محافظت از جان رئیس جمهور کندی داره. این بار او باید با تهدیدی تازه روبرو بشه و با تمام توانش جلوی یک سوءقصد دیگه رو بگیره. ایستوود با ترکیب شکنندگی درونی و استقامت بیرونی شخصیتی پیچیده خلق میکنه که تماشاگر رو کاملاً درگیر خودش میکنه. بازی او در کنار جان مالکوویچ به شدت تحسین شد و فیلم هم موفقیت بزرگی در گیشه و نقدها به دست آورد. این نقش نشان داد که ایستوود حتی در دهه 60 زندگی همچنان میتونه ستاره بی‌رقیب سینما باشه. در فیلم The Bridges of Madison County، کلینت ایستوود چهره‌ای متفاوت از همیشه نشون میده. او در نقش یک عکاس تنها به اسم رابرت ظاهر میشه که وارد زندگی زنی متأهل با بازی مریل استریپ میشه و یکی از عمیق‌ترین و احساسی‌ترین داستان‌های عاشقانه سینما رو خلق میکنن. ایستوود علاوه بر بازیگری، کارگردانی فیلم رو هم بر عهده داشت و ثابت کرد که فقط یک قهرمان اکشن یا وسترن نیست، بلکه میتونه احساسات لطیف و عاطفی رو هم با قدرت به تصویر بکشه. بازی او در این فیلم باعث شد نگاه تازه‌ای به توانایی‌های دراماتیکش به وجود بیاد و فیلم به اثری ماندگار در ژانر عاشقانه تبدیل بشه. در فیلم The Outlaw Josie Wales، کلینت ایستوود یکی از ماندگارترین نقش‌های وسترن خودش رو ایفا میکنه. او نقش کشاورزی رو بازی میکنه که پس از کشته شدن خانواده‌اش به یک شورشی تنها و اسطوره‌ای تبدیل میشه. ایستوود با بازی کم حرف، جدی و پر از خشم درونی تصویری از قهرمانی میسازه که بین عدالت و انتقام سرگردانه. این فیلم نقطه عطفی در کارنامش بود، چون ایستوود علاوه بر بازی، کارگردانی رو هم بر عهده داشت و نشون داد که نگاه ویژه‌ای به وسترن داره. جوزی ویلز بعدها به عنوان یکی از بهترین وسترن‌های دهه 70 و یکی از مهمترین آثار ایستوود شناخته شد. در فیلم For a Few Dollars More، کلینت ایستوود دوباره با کاراکتر مرد بینام به پرده سینما برگشت و یکی از مهمترین همکاری‌هاش با سرژیو لئونه رو رقم زد. ایستوود در این فیلم در کنار لیوان کلیف ترکیبی بی‌نظیر از دو شکارچی جایزه بگیر رو خلق می‌کنن که رقابت و همکاریشون فیلم رو پر از تنش و جذابیت می‌کنه. بازی خونسرد و نگاه‌های نافذ ایستوود شخصیتش رو به یک اسطوره واقعی در ژانر وسترن بدل کرد. این فیلم نه تنها موفقیت بزرگی در اروپا و آمریکا به دست آورد، بلکه جایگاه ایستوود رو به عنوان ستاره جهانی تثبیت کرد و مسیرش رو برای تبدیل شدن به یکی از چهره‌های ماندگار هالیوود هموار ساخت. در فیلم درتی هری، کلینت ایستوود یکی از جنجالی ترین و به یاد ماندنی ترین نقش‌های دوران کاری خودش رو ایفا کرد. او در نقش یک بازرس به نام هری کالاهان ظاهر میشه.
پلیسی سرسخت، خشن و بیرحم با خلافکارها، اما در عین حال نماد عدالت شخصی هم هست. ایستوود با بازی خونسرد و دیالوگ‌های ماندگارش شخصیتی خلق کرد که به یک اسطوره فرهنگی تبدیل شد. این فیلم نه تنها موفقیت تجاری بزرگی بود، بلکه 5 دنباله هم به دنبال داشت و نقش هری کثیف رو به یکی از مهمترین نمادهای سینمای اکشن و جنایی بدل کرد. اینجا بود که ایستوود ثابت کرد میتونه هم ستاره وسترن باشه و هم چهره ماندگار در ژانر پلیسی. در فیلم گرند تورینو، کلینت ایستوود آخرین نقش‌آفرینی بزرگ خودش رو روی پرده سینما رقم زد. او در نقش والت کووالسکی، یک کهنه سرباز جنگ کره ظاهر میشه. مردی تلخ مزاج و تنها که در طول فیلم رابطه‌ای غیرمنتظره با خانواده مهاجر برقرار میکنه. ایستوود با ترکیب خشونت بیرونی و انسانیت پنهان درونی شخصیتی عمیق و تاثیرگذار میسازه که تماشاگر رو تا پایان تحت تأثیر قرار میده. این فیلم هم از نظر نقد و هم از نظر تماشاگران موفقیت بزرگی به دست آورد و بسیاری آن را خداحافظی شایسته‌ای برای ایستوود به عنوان بازیگر جلوی دوربین دانستند. در فیلم میلیون دلار بیبی، کلینت ایستوود یکی از نقش‌های دراماتیک و پرقدرت خودش رو ایفا میکنه. او در نقش فرانکی دان، مربی سالخورده و سختگیر بوج ظاهر میشه که با بازیگری درخشان هیلاری سوانک همراه میشه. رابطه پدرانه‌ای که بین این دو شکل میگیره، هسته اصلی فیلمه و ایستوود با بازی کم کلام اما عمیق، لایه‌های پیچیده‌ای از احساسات و تضادهای درونی رو نشون میده. او علاوه بر بازیگری، کارگردانی فیلم رو هم بر عهده داشت و نتیجه شگفت انگیز بود. 4 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی. میلیون دلار بیبی نقطه اوج دیگری در کارنامه ایستوود شد و ثابت کرد که او هم جلوی دوربین و هم پشت دوربین یک اسطوره بی‌رقیب سینماست. در فیلم The Good, The Bad and The Ugly، کلینت ایستوود در نقش مرد بینام یکی از ماندگارترین کاراکترهای تاریخ وسترن رو خلق میکنه. حضور خونسرد و نگاه‌های نافذش در کنار بازی لیوان کلیف و الی والاک، سگانه افسانه‌ای سرجیو لئونه رو به اوج میرسونه. ایستوود با کمترین دیالوگ و بیشترین قدرت تصویری، کاریزمایی ساخت که هنوز هم نماد ژانر وسترن به حساب میاد. موسیقی فراموش نشدنی انیو موریکونه و کارگردانی بی‌نظیر لئونه باعث شدن این فیلم به یک شاهکار سینمایی تبدیل بشه. این نقش نه تنها شهرت جهانی ایستوود رو تثبیت کرد، بلکه او رو برای همیشه در تاریخ سینما جاودانه ساخت. در فیلم Unforgiven، کلینت ایستوود با نگاهی پخته و تلخ به ژانر وسترن برگشت. او نقش ویلیام منی، تفنگدار بازنشسته‌ای رو بازی میکنه که گذشته‌ای خشن داره و دوباره برای یک مأموریت خونین سلاح به دست میگیره. ایستوود در این فیلم هم جلوی دوربین درخشید و هم پشت دوربین به عنوان کارگردان شاهکاری ماندگار خلق کرد. Unforgiven نه تنها نقدی عمیق بر اسطوره‌های وسترن بود، بلکه تحسین گسترده منتقدان رو هم برانگیخت. این فیلم 4 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای ایستوود رو به دست آورد و جایگاه او رو به عنوان یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ سینما تثبیت کرد. ممنون که با تاپنما همراه بودین. اگه دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، بدرود.